سلام دوستان نهایت عزیز و گرامی، امیدوار هستم خوب و سر حال باشین. به یک از ویدیوهای دیگه ما در رابطه به ویزای تحصیلی یا بورسیه تحصیلی کشور قزاقستان خوش آمدید میگیم. در سال 2026 در این ویدیو آموزشی معلومات ارائه میکنم برای شما در رابطه به بورسیه تحصیلی کشور قزاقستان که در سال 2026 برای دانشجویان بین‌المللی که است ارائه میکنم. دوستان نهایت عزیز و بزرگوار، بورسیه تحصیلی کشور قزاقستان که از برای سال 2026 قرار ذهن هست که من معلوماتش برای شما ارائه میکنم و نحوه ثبت نام و آموزش ثبت نام را که دیگه براتون انشاءالله در ویدیو بعدی براتون آموزش میدم. در اینجا فقط معلومات، مدارک و شرایطی بسیار براتون اعلان میکنم و معرفی میگیرم انشاءالله که برای همه شما این ویدیو مفید تمام شود. دوستان نهایت عزیز و گرامی، معلومات در مورد بورسیه قزاقستان که است از این قرار است. این بورسیه که است از طرف وزارت تحصیلات عالی برای دانشجویان بین المللی که است همه ساله به تعداد 550 سیت می باشد. برای تمام مقاطع لیسانس، ماستری، دکترا که 38 دانشگاه قزاقی با این برنامه همکار می باشد ارائه میکنه. زبان تدریسی این بورسیه که است شامل روسی، انگلیسی و قزاقی می باشد. ثبت نام به صورت آنلاین صورت میگیره، اما تحصیل به صورت حضوری در دانشگاه قزاقی که همکار هستند صورت میگیره. تعداد بورسیه ها، چی تعداد بورسیه را ارائه میکنه همه ساله. تعداد بورسیه ها که است در مقطع لیسانس، البته این بورسیه که است 550 بورسیه که گفتم، 550 بورسیه که است فقط در مقاطع مختلف که مقطع لیسانس، ماستر و دکترا بوده باشه ارائه میشه. مقطع لیسانس که است مقطع لیسانس 490 سیت بورسیه ارائه میکنه، مقطع ماستر 50 سیت بورسیه ارائه میکنه، مقطع دکترا که 10 سیت بورسیه چی میکنه ارائه میکنه. خلاصه نهایت از پوشش مالی بورسیه چه رقم است برای شما ارائه میکنم. 100% دانشگاه را پرداخت میکنه. در دانشگاه کسی که متقاضی بوده باشه پذیرفته میشه. هیچ پولی در رابطه به فیس دانشگاه پرداخت نمیشه. معاش ماهانه که از طرف دانشگاه، از طرف دولت قزاقستان برشون پرداخت میشه به مقدار دیگه نیازی دانشجو یا هم مطابق پالیسی و شرایط دانشگاه مربوطه. و هزینه هایی که این بورسیه پوشش نمیده و هزینه ها که از هزینه ویزا می باشه، دیگه هزینه تیکت سفر می باشه و همچنین هزینه خوابگاه بوده میتونه و هزینه بیمه صحی. این چهار هزینه را دیگه این دانشگاه این بورسیه پوشش نمیده و باید خود متقاضی باید پرداخت بکنه. رشته هایی که در این بورسیه وجود داره، میتونه متقاضی در کدام رشته ها تحصیل بکنه. البته خوبی که بورسیه قزاقستان داره این است که تمام رشته ها را شامل میشه. بورسیه قزاقستان تمام رشته ها را شامل میشه با شمول تیپ. این خوبیش این است که حتی رشته های طبی را هم شامل میشه بورسیه قزاقستان. البته خیلی از بورسیه های هستن که بخش های طبی را که شامل نمیشه، ولی بورسیه قزاقستان که همین امتیاز را می داشته باشه. کسی که درخواست میتونه طب را هم در آنجا بخونه. شرایط بورسیه چی هست؟ چه شرط هایی می داشته باشه این بورسیه؟ اولا شرط سنی خاصی نداره. یعنی دیگه بورسیه ها مثلا در مقطع های مختلف تا 20 سال مثلا 25 30 شرط تعیین میکنه، اما این بورسیه قزاقستان این شرط را نداره. میتونه که هر کسی تقاضا داشته باشه با هر سنی که بوده باشه ادامه تحصیل بده. برای لیسانس فیصدی نمرات در سطح فیصدی نمرات در لیسانس باید حداقل 70% باید بوده باشه، بالاتر از 70% باشه. و برای ماستری و دکترا که از حداقل بالاتر از 3.0% باید بوده باشه. و سومین شرط بورسیه تابعیت یا شهروندی قزاقستان را نداشته باشد. سومین شرط بورسیه که از تابعیت و شهروندی قزاقستان را باید نداشته باشه. و همچنان مدارک مورد نیاز در بورسیه چی است؟ مدارک مورد نیاز در بورسیه اسناد هویتی باید داشته باشه متقاضی و همچنان مدرک فراغت مقطع پیشین، شهادتنامه، دیپلم برای ماستری و سند ماستری برای دکترا.
این اسناد را باید داشته باشد و همچنین گواهی صحی باید داشته باشد، انگیزه نامه باید داشته باشد، متقاضی توصیه نامه باید داشته باشد. ببینید دوستای عزیز، توصیه نامه کس به چی تعداد؟ برای لیسانس یک عدد توصیه نامه باید داشته باشد، برای ماستری و دکترا 2 عدد توصیه نامه باید داشته باشد و دیگه مدرک ضرورت است. سند زبان برای ماستری و دکترا نیاز هست و برای لیسانس به مدرک زبان نیاز نمی باشه. دوستای عزیز، گواهی صحی و مدرک زبان، ببینید دوستای در رابطه با گواهی صحی و مدرک زبان براتون علامات میتونم. گواهی صحی که از شامل معاینات طبی عمومی میشه، متخصص مواد مخدر، روانپزشک و تست های لابراتوار و گواهی عدم مرض مثلا HIV و همچنین مرض ایدز. یعنی گواهی وقتی صحی میگیم امو کلا یک چکاپ میشه فرد، مثلا در دستشویخانه مربوط دولتی که است برای مکمل چک میکنه به خاطر قضایا بازو جواب براتون یک چی میت یک فرم داره خانه پوری میکنه، مکمل مرضا رو چک میکنن از این امراض نداشته باشه یا مرض های ساری نداشته باشه که در اونجا در صورت باز پذیرفته نخواهید شد. و همچنین مدرک زبان فقط برای مستری و دکترا که است ضرورت هست. اگر مدرک آیلتس داشته باشه باید حداقل بالاتر از 5.5% نمرات بالا بوده باشه. اگر تافل آی بی تی داشته باشه 46 به بالا باید نمبر داشته باشه. اگر تافل پی بی تی باید داشته باشه سندش و 453 نمبر بالاتر باید داشته باشه. ببینید روند ثبت نام چی است؟ چه رقم صورت میگیره؟ انتخاب رشته و دانشگاه صورت قبل که ثبت نام آغاز میکنی رشته را انتخاب بکنی، کام رشته باید تحصیل بکنی و همچنین دانشگاه را انتخاب بکنی، کام دانشگاه چی میکنی تحصیل میکنی یا مهم هست. دیگه آماده سازی اسناد و ترجمه رسمی اسناد. اسنادی که نیاز هست باید آماده بکنید، در بالا براتون گفته شد و همچنین مدارک نیاز به ترجمه داره باید ترجمه بکنید از زبان مربوطه. ثبت نام به صورت آنلاین صورت میگیره و همچنین امتحان گرفته میشه از کسایی که متقاضی هستن، امتحان ورودی امتحانی پیش زمینه گرفته میشه و همچنین مصاحبه گرفته میشه از کسی که متقاضی است و اعلان نتایج که در 28 آگوست صورت میگیره که کسی که متقاضی که برنده بود میتونه مراجعه بکنه و سفر بکنه به کشور مربوطه متقاضی و چی بکنه دیگه در کشور میزبان و ادامه تحصیل بده در کشور تاریخی مشخص شده. لیست دانشگاه ها که هست در واقع 38 دانشگاه که همکار هستن در سایت مربوطه وجود داره و همچنین میتونیم که در لینک در دیسکریپشن همین ویدیو همچنین در گروه مربوطه که براتون شریک میکنم. شروع ثبت نامش 30 مارچ 2026 شروع ثبت نام هست و ختم ثبت نامش هم دیگه 31 می 2026 هست. البته ثبت نامش در 31 می 2026 ختم میشه و نتایجش هم در 28 آگوست هم اعلان میشه. کسایی که متقاضیینی که برنده شده و میتونه در اونجا میتونه که دیگه مراحل و کارهای بعدش پیش بره. تشکر از توجهتان. جهان سپاس از همه.